این مرد با نیت دزدی روز 27 مارس به خانه یک ساکن محله کاروانگذار شهر کلاب وارد می شود. بی‌خبر از آن که در دوربین‌های نظارتی صاحبخانه ثبت می‌گردد. در نوار دیده می شود که او بعد گشت کمی در باغچه خانه چند پاپوش را با خود می‌گیرد و می‌رود. حالا ساکنان در کلاب از چنین دزدی‌ها و از سوی پلیس پیدا و مجازات نشدن گناهکاران شکایت دارند. اول مرغا دزدیدن، ملیسا را فیروز کردن، حولید اومدن، گوکی خد چوره شمه بینیم، یگم چوره من ندیدن. بعد یک هفته پس ای کوکنی سر خستم، ارد خردم، روغن خردم، نه ارد مای، نه روغن مای، نه پوپچی مردک مای، نه ای بچه مای. یک هفته قبل سگ ذاتی آلمانی مولوده خدای داده و از خانه‌اش گم شد. او به پلیس مراجعت کرد. مولوده خود سگش را یافت، اما میگوید که دزد به جزا ماند. ما رفتم سراغ کرده، یافتم سگ ما گرفتم. برام دانی دادم، گفتم که مردم، گفتم همین اپرگور پارا، گفتم که اکا منم خیلی سگ ما گم کردم، اینا دست کوفتین شما ما دست یافتم. بیاین گفتم بیاناتی ما را بگیرین، گفتم امروز سگ دزدید پگم یک گاومول ما میدزد گاومول دارم. های چورا بینین مالی اپا با اداره مون بیا بیانات بنویس. حالا ساکنان میگویند که دزدها انصاف را گم کرده اند. اگر در گذشته گاو و مال دزدیده میشد، حالا چیزهای عادی روزگار را میدزدند. وزارت کارهای داخلی هم روز 28 مارس خبر داد که یک جوان را با گمان دزدی مال و اشیاء روزگار بازداشت کرده اند. از او نام بردن نمی شود جز اینکه سود شده است. در دادستانی هم از افزایش دزدی نگرانی کرده بودند. جنایتکار را دستگیر کردیم که در دوره نابالغی 6 بار سود شده که خانه‌گذار پیش بینی نمی‌کند که باید چیز انا که نه باید 15 جنایت دیگه خطی همین خانه دزدی خطی ولی تحت تفتیش قرار دارد. هم اسلحه‌اش زیاده است. 7 نفر هم خیلی همش پدرست که بچه بگه جوان پسر. اینجا گفته شد که اکثر دزدان جوانان و نورسانند. سال 2021 در کلاب 295 دزدی را به قید گرفتند که از سال پیشینش 116 عدد بیشتر بوده است. 20% این جنایت‌ها ناگشوده مانده است. ساکنان هم میگویند که دزدها اکثرا آشکار نمیشوند. اینا با 2 سالی راه اون گذشت تخمینا با نمیگم که 3-4 روز امروز 2 سال روزی 20 هم با 4 گاو دیگه ما نمیجا اینا بانداشون بستگی اون اولیانو گرفتن بریدگی نمیجا ایمی حوالی 4 گاو دیگه را بردن یگان کس گفتگی نه یگان دزدی افتگی نه. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی دزدی در سراسر کشور رو به افزایش داشته سال 2021 6425 دزدی ثبت شده است که نظر به سال پیشینش 255 عدد زیاد بوده است. ساکنان سبب را در بی‌توجهی به آشکار و مجازات نشدن گناهکاران می‌دانند.